خب میگیم که آقا با $10 اصلا میشه فرضین واقعا داری دروغ میگی، داری چرت و پرت میگی، آیا میشه با $10 $1.9 میلیون پول در آورد؟ من این مسئله رو یه چند بار دیگه هم بهتون گفته بودم. خب یه چارت خیلی ساده است، شما تو اکسل با ریاضیات، نه اکسل، رو کاغذ میتونید این رو یادداشت بکنید. سرمایه اولتون $10 و هر روز 50% سرمایه قبلی، این روز قبلتون رو به سرمایه امروزتون اضافه میکنید. یعنی $10 میشه 15 میشه 22.50، 22.50 میشه 33.75 الی تا 1,917,000 دلار. خب این یه چیز ریاضیاتیه، یه چیز ریاضیاتیه. حالا یکی میگه آقا من 50% خیلی سخته، نمیشه که چجوری مثلا این کار انجام بدم. خب این آقا $10 رو روزی $20 بهش اضافه کن. خب $10 شما این چه، حالا مثلا 25% اضافه کن، $10 شما میشه 12.5، 12.5 شما میشه 15.63 الا تا روز سیوم $8,000، $8,077 سرمایه شما اضافه میشه. این یه چیز ریاضیاتیه، یک نظریه است. یعنی اینکه شما، یعنی هر کسی میتونه که این پول رو به دست بیاره. حالا ابزار میخواد، علم میخواد، دانش میخواد، آگاهی میخواد. اینها رو من تا یه حدی، تا جایی که بتونم در اختیار شما قرار میدم و شما نه که تا 100% این داستان $8,000 به دست بیارید، ولی اگه شما $10 رو بتونی بکنی $1,000، این یعنی توانایی، این یعنی شدنی، این یعنی 100%، یعنی اوکی، خوب. اینها همه یه چیزیه که روی کاغذ ریاضیاته. یعنی $10 هر روز $25 یا 50%ش یا 25%ش هی به سرمایه روز قبل اضافه بشه، خیلی خیلی منطقی، درست، با منطق این داستان عملیه، شدنیه. یکی میگه آقا نه شدنی نیست، اینا دروغه یا هر چیزی، این ریاضیاتی که شما خودت هم میتونی ضرب و تقسیم بکنی ببینی میشه. و حالا من یه سری ابزار دارم، این ابزار رو تا یه حدی براتون توی کانال گذاشتم، سیگنال رایگان که خودتون دیدید، و یه سری ابزار هم هستش که به صورت فروشیه.